تور هندونه باز شده. بله. ولی آره این تور هندونه است. اوایل رشد این خط راسته ولی الان داره محو میشه، باز شده کلا. بله. ملاک اصلی ما تور هندونه است. خب یکی تور هندونه دیگه. دومی صدای هندونه است. سومی الان یه برگی که کنار آخرین جای مکش آب این هندونه هستش. بله. ترکمنا بهش میگن ساپاق. این باید خشک باشه ولی تو هندونه غیر فصل این زیاد خشک نمیشه. الان این زیاد خشک نه نشده. چون این ملاک تو هندونه های غیر فصل زیاد ملاک نیستش. ولی هندونه های فصلی چون زیر آفتاب داغ میرسن این ملاک اصلیه. خیلی خوب. آره. پس به نظر شما این هندونه الان رسیده؟ بله. بشکنیم؟ بله.